امام صادق فرمودن میرید زیارت کربلا؟ قلت نعم ابن رسول الله. فقال ما تلتمسون فی زیارت الحسین؟ میرید کربلا چی میخواید؟ برای چی میرید؟ قلت البرکه، میریم که خدا به زندگیمون برکت بده. فرمود والله البرکت فی زیارت الحسین. امام صادق به ما فرموده است اجابت الدعا تحت قبته. امام صادق به ما نه تنها تشویق فرمود که بروید کربلا، بروید کربلا، با خوف برید، با فقر برید، قرض کنید بروید کربلا، اما ترک نکنید زیارت الحسین را. میترسیم، فرموده است اگر با ترس بروید به زیارت حسین در روز قیامت در امانید. ممکن است کشته بشویم، بروید و کشته بشوید اگر کسی، امام صادق فرمود در راه رفتن به کربلا یا برگشتن کربلا از دنیا برود، جبرئیل نماز میتش را میخواند.